گرچنده که هوا در بیرون سرد است ولی قلب ما نسبت شما هم میهنان عزیز و اون افرانی که از اون سوی دوربین ما رو تماشا دارید گرم و چشممون نیکبین است، چون شما هستید و با بهانه رسالت کسبیمون تصمیم میگیریم که برنامه‌های رنگ و برنگ در تلویزیون ثبت کنیم و پیشنهاد شما بسازیم. این برنامه فضا است، برنامه زنده سرای مهمان خاندان هر کدام شما و ما نیز عزیزان در برنامه‌مون مهمان داریم. اینجا یک موسیقی زیبا را هنرمندان انسمبل استرادی مؤسسه دولتی ارکستر دولتی سیمفونی دستگاه اجرای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اجرا کردند که من آفرین میگویم به همه شما، دستانتان درد را نبیند. همین است دیگر، زندگی زیباییش با موسیقی است، با عشق است، با صداقت است، با همدیگر را احترام کردن است و همین احترام ما و شما هست که دیدار بینی میکنیم، برنامه تهیه میسازیم. و همچنین دوستان عزتمند در پهلوی من نشستن هنرمندانی که خوب میشناسیدشان و ترانه هاشون همیشه در خاندان هر کدام شما طنین انداز است. سروش خلوف چهره شناخته کشور، هنرمند جوان، نگار بانو خالو و یک هنرمند خیلی زیبا و همچنین یک گل دختر زیبای دیگر یولیا که من شما رو نیز خوش آمدید میگویم به تلویزیون سفینه. شما هر کدامتون امکان دارید که از همین فرصتی که در دست من و ما و شما هست برای دوستداران صدایتون، برای مخلصان، برای هموطنان سلام بفرستید. سلام علیکم به تماشابینان عزیز. اولا سال نو میلادی را با همه تماشابینان مبارکباد میگویم. بگذار همیشه صحتمند و سربلند باشن. آفرین بر شما. خواهش میکنم. تشکر زیاد. اولا میخواستم سلام خود را به تمام تماشابینان تلویزیون سفینه برسونم. سلامت باشین. تشکر. خب یولیا، مرحمت. Хочется всех поприветствовать, уважаемых зрителей, поприветствовать всех наших музыкантов. Наслаждайтесь живым, настоящим звуком. А в новом году всем хочется пожелать исполнения всех желаний. سال 2024 براتون چگونه سال بود؟ Ну, этот год мне запомнился нашими поездками. В первую очередь мы в этом году гастролировали с нашей прекрасной эстрадной группой нашего оркестра. Были в нескольких городах в Беларуси и России. Это была очень замечательная поездка, которая и сплотила нас и в творческом плане, нам очень помогла, нас прекрасно встретили наши зрители. И также у нас продуктивным был этот год. Мы сделали несколько новых песен с разными солистами нашего оркестра. Поэтому, в принципе, я думаю, что такими темпами, если будет продолжать дальше, мы хорошие обороты наберем. فقط با زبان روسی ترانه می‌سرایید؟ Вообще я пою на многих языках, на 17, если быть точным. Но сегодня я буду петь на таджикском и на русском. Авторские песни сегодня буду исполнять свои. کی کمک میکنه در آماده کردن سرودها؟ Ну, в творчестве мне помогают музыканты, наверное. سلامت باشید. تشکر. خب نگار بانو، شما بگویید که سال 2024 برای نگاره که همیشه مخلصانش رو با ترانه‌های نوین شاد می‌گرداند چگونه سال بود؟ سال بسیار خوب بود، بسیار ایجاد کردیم. چند سرود ایجاد کردید؟ یک چند سرود ایجاد کردیم برای می‌خواستیم با کنسرت خاطر مخلصان رو شاد بگردانیم. با برنامه فضا چی ترانه آوردید؟ یک ترانه آوردم که با ارکستر من این ترانه رو با طور کلیپ آماده کرده بودم. همین ترانه رو من میخوام که با ارکستر زنده سرایی کنید. بله. خب دوستان عزیز ببینید دیگر، چون هر هنرمندی که از ارکستر سیمفونی میاد حتما که ترانه‌های نو میارد، حتما یک تحفه نو میارد که در این برنامه‌های ما رنگ و برنگ شد و خاطر شما رو شاد بگرداند. ترانه نگاره خالو رو میشنویم یک جا. دلم تنهاست، دلم دلگیر از این قسمت، دلم پابند دستی سرد ظلمت، دلم رنجیده از عشق و محبت، دلم پژمرده از درد و شکایت. جا
از آرزو خالیست با فردا دل نمی‌بندد خدایی من بده بر من بهاری خنده هایم را شبستانی وفایم را بگو برگردد آن دلدار که بخشیدم خطایش را همه رنج و جفایش را مرا تنها نبگذارد دلش را هدیه بسپارد خدایا قلبی من تنهاست تو هم تنها نبگذارش نجاتش ده که میمیرد زی جبر و هجر دلدارش خدایا قلبی من تنهاست تو هم تنها نبگذارش نجاتش ده که میمیرد زی جبر و هجر دلدارش تشکر نگارا بانو و تخمینی کرده من دوستان عزیز درست برآمد و نگارا هم به برنامه ما یک سرودی واقعا آرام را که دختره که بود تمکین است البته سرایدن خیلی زیبا بود تشکر چی تصمیم ها دارید در انجام سال 2024 تصمیم گرفتیم که یک کنسرت خود را با برادرم پیشکش مخلصان بگردونیم بله ما تصمیم گرفتیم که در انجام سال 2024 یک کنسرت با همراهی نگارا بانو پیشکش تماشابینان پیشکش مخلصان گردانیم و آنجا کلاً سرودهای نو می شود اجرایات نو می شود خب محبت به موسیقی از زمان خردی پیدا شد چون شما دیگر در عائله صنعتکار بزرگ شدید بله. فرزندان بسیار هنرمندانی هستند که نمیخواهند هنرمند شوند ولی به هر صورت گپ پدر رو میگیرند و این دیگر راهی هست که با مجبوری نمیشود این راهی هست که اگر محبت نباشد آدم موفق نمیشود بله درست حتما از خردی که در خانه ما موسیقی که صدا میداد شخصا من مخلصی سرودهای پدرم هستم بله. و چند سرودهایش رو بازخوانی کردم البته و فکر میکنم سبب همین چیز بود بله. تشکر و افتخار میکنیم که امروز شما مثلا فرزند یک که از استادان صنعت استاد اسماعیل پلوخالوف که مثلا اینقدر محبوبیت و مشهوریت داشتن و فرزندانشون هم در راه صنعت خدمت کرده ایستادن برای ملت برای مردم این افتخار همه ملت تاجیک است دیگر تشکر موسیقی رو دوست می‌دارید و یا کی Мне кажется, нет такого человека, который не любит музыку. Вообще. Музыка — это, по-моему, вообще универсальный такой язык, который не требует перевода, который все понимают, который как-то откликается в душе человека. Если это сделано с любовью, особенно песня какая-то, мне кажется, она всегда найдет тропиночку к сердцу человека. Музыкальное образование я высшего не имею. У меня высшее образование в другой сфере связано с языками. Ну, что, кстати, мне тоже помогает в музыке, потому что я на многих языках пою. И это способствует да, быстрому изучению песен. Музыкальное образование мое ограничивается музыкальной школой, которую я не закончила по классу скрипка. И в вокальной студии еще я занималась. Это было в городе Самарканде, в Узбекистане. Там была вокально-инструментальная студия популярной музыки. Называлась «Резонанс». Вот там я училась. تشکر صحنه در اختیار شما ترانه بسرایید شمالکی و
یک روز تو هم شکوفی با مثال من در آن زمان زیبا گل چون تو نباشد در چمن ولی افسوس بگذرد بهاران آید فصلی از آن پژمرده و آشفته بگرده زی تأثیری باد و باران زار و حیران میمانیم ما بارانگیزد گویا در بین بیابان ما شب غمگین اون کسی حرفم که بهاره باز یا میشوه باز من و تو با هم شکوفایی ها زبین دنیا میشوه احیا میشوه خب تشکر به همتون دوستان عزیز و بیننده های عزیز. یولیا یک ترانه زیبا رو اینجا سرایت برای ما که سپاس میگویم به شما. تشکر و از سروش میخوام بپرسم که سال 2024 به کجاها سفر کردید و از خاطره های در سفر بودهتان حرف بزنید. البته سفرهای هنری خیلی زیاد بودن. ما با ارکستر استرادی سفرهای هنری داشتیم. خیلی یک برنامه جالبی داشتیم. خوب گذشت، خاطرمون بود. لحظه‌های فراموش نشونده نیز زیاد بودند و باز نقشه ها زیاد هستند که با ارکستر استرادی باز سرودهای نو به نو کار کرده، پیشنهاد کرده و به دیگر کشورها سفر کرده موسیقی تاجیکی خود را معرفی کنید. آفرینتون بود. خب چند سال است که روی صحنه هست دیگر در مثلا مسیر استرادا؟ بیشتر فکر کردید که بیننده و یا که مخلص کدام نوع سرودخوانی را دوست می‌دارد؟ چی سرودی که اگر از دل برایت کارکردی خوب داشته باشد، وقتی که به نقطه اساسیش رسانیده توانی، فرق ندارد در کدام ژانر است، اون را قبول میکنند. شما بیشتر خودتون شعرها رو از کی انتخاب میکنید؟ البته اولین درجه با پدر مصلحت میکنم من و با شاعران خوبی وطن عزیزمون البته همکاری میکنیم با استاد محمد غایب، با استاد
نظام قاسم. بله آفرین. بله البته سلامت همکاری باشید. زیادی تشکر. داره. شما چی میگوید برای بیننده های عزیز ما چی تمنا دارید؟ بگذار خوشبخت باشند، خانه آباد باشند، سربلند باشند و بگذار تاجیکستان ما باز هم از این هم زیباتر و آبادتر و گلگون شکوفان باشد. گل شکوفان باشد. با همین تمنیات های نیک دوستان عزیز، یولیا ترانه نوبتی رو در همین صحنه برنامه فضا می‌سراید. مرحمت. Одиноко скучает луна, ко всему безразлична она, не спеша отмеряя свой час, покидает нас. Мы не в силах продлить эту ночь, в твоей власти, луна, нам помочь. И с разлукой рассвет перейти, ты не уходи. Не покидай, сделай нам ночь бесконечной. Не уходи, не угасай, пусть наша любовь будет вечной. Звезды в небе кружат хоровод, чтоб любовью согреть небосвод. Но и звезда луна холодна и всегда одна. Она продолжает свой путь, ее нам назад не вернуть. Мое сердце пылает в груди, ты не уходи. Не покидай, сделай нам ночь бесконечной. Не уходи, не угасай, пусть наша любовь будет вечной. Не уходи, не покидай, не уходи, не угасай. Не уходи, не покидай, сделай нам ночь бесконечной. Не уходи, не угасай, пусть наша любовь будет вечной. برنامه ادامه دارد دوستان عزیز و مهمان نوبتی ما هستند بانو تمنا بهرامова. تمنا خوش آمدید به تلویزیون سفینه. با برنامه ما چی آوردید؟ یک سرود با زبان فرانسوی که در آزمونی تاجیکستان وطنی عزیز من با آن غالبی جای یکم شدم. در دور شهری ناحیوی جمهوریوی در این سه دور جای چندم را گرفتید؟ در دور یکم جای دوم و در دور شهری و جمهوریوی جای یکم. جای یکم را گرفتید. در هر سه دور سرودهای رنگارنگ خوندید؟ یعنی در دور یکم من سرود با زبان تاجیکی سر دادم. در دور دوم با فرانسوی، در دور سوم همچنین. با دو سرود فرانسوی. بله. بسیار خوب. کجا تحصیل میکنید؟ عین حال در دانشگاه اسلوونی روسیه و تاجیکستان تحصیل میکنم، همچون روزنامه‌نگار. همکسب عزیز، خوش آمدید به برنامه ما. چرا مثلا راه سرایندگی رو انتخاب کردید؟ ژورنالیست میخونید؟ خب همیشه میدونستم که میخوام صنعتکار شوم. نوشتن رو دوست می‌داشتم. کی کمک میکنه در صورت سراییدن شما را؟
همراه همکارایمان ما سرودهای نو تیار میکنیم و یعنی آنها خیلی یاردم میکنن در همین ساحه. بسیار خوب، تشکر. پس ما برای شما موفقیت میخواهیم خواهر عزیز و ترانه سروش خلف را میشنویم یک جای همراه شما و بیننده ها، بعدا باز با شما صحبت میکنیم. دوباره درد و غم آخر مرا چجا میروم من از پیش دوباره درد و غم آخر مرا چجا درد و غم آخر مرا چجا شبانگاه زمان رکی درفتی پریشان عشقی غم دیدم تو را گیراندم و خودم گریستم عزیزم عشقی من ندیده رفتی تو را گیراندم و خودم گریستم عزیزم عشقی من ندیده رفتی میروم من از پیش دوباره درد و غم آخر مرا چجا میروم من از پیش دوباره درد و غم آخر مرا چجا با دستانت گلی نوروز باشم دل آرزو دارد خوش روز باشم امان روز بهار توی دارم عزیزم توی ما آن روز باشم امان روز بهار توی دارم عزیزم توی ما آن روز باشم میروم من از پیش دوباره درد و غم آخر مرا چجا میروم من از پیش دوباره درد و غم آخر مرا چجا درد و غم آخر مرا چجا درد و غم آخر مرا چجا سپاس میگویم به شما و سپاس میگویم به همه شما به خاطر که آمدید و برنامه ما رو رنگین کردید با موسیقی های زیبا، با ترانه های زیبا و تمنا. چی تمنا دارید برای مردم کشور؟ به هموطنان تمنا دارم که همیشه خوشنود و خوش روز باشند. دوستان عزتمند، ما به انجام برنامه این شبینه‌مون رسیدیم. آرزو میکنیم که همیشه موفق و سربلند و پیروز باشید. پرچم تاجیکستان عزیز ما همیشه پرافشان باشد و در سایه صلح و ثبات وطن با همدیگر دست به دست از یک گریبان سر برداریم و با افتخار بگوییم که زنده باشه وطن تاجیکستانی آزاد من و تمنا میکنیم که موفق ترین لحظه های زندگی همراه من و ما و شما باشد. همدیاری عزتمند. ترانه انجامی رو در برنامه این شامینه ما تمنا بهرام و میسرایت. موفق و پیروز باشید. مرحمت. Je suis seule sans toi, je suis laide sans toi, qui me leur flemme.
dans un dortoir. Je n'ai plus envie d'avoir refait ma vie. Ma vie ça se compte pas. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en cannegar. Quand tu te vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait sous la mer. Mon désespoir, je suis malade, parfaitement malade. T'arrives ici jamais quand tu pars ici jamais où. Et ça fait bientôt 2 ans que t'es un feu qui m'a embroché, qui m'a empêché. Je suis accrochée à toi. Je suis fatiguée, je suis épuisée de faire semblant d'être heureuse. Quand tu sens la joie clinique et de le whisky, pour moi, dans les mêmes goûts et tous les bateaux portent en rapport. Je ne sais plus où c'est. Tout est partout, je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans le cœur et je suis québécoise morte. Quand tout le temps je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as pris douce méchant, tu m'as vidé sous mes mains. Pourtant j'ai de talent avant ta peur. Cet amour me tue. Si ça continue, je crève avec celle avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiote, en écoutant mon propre voix, qui chantera, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait sous la mer. Mon désespoir, je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as prévu d'autres méchants, tu m'as vidé sous mes mains et j'allais faire complètement malade, sournois de barricades. Son temps, je suis malade.